سلام دوستان، پرطرفدارترین مودم داخل ایران رو براتون آوردم. مودم B612 که ایرانسل هم با اسم آیشه است توضیحش میکرد. البته الان دیگه توقف تولید شده و مودم سری جدید جیوان داره تولید میشه توسط ایرانسل. خود B612 هم دیگه توقف تولید داره و هرچی داخل بازاره یا دست دومه یا اگرم آک باشه از رده خارج شده خلاصه. ولی خب مودم واقعا خوبیه، سرعت خوبی داره، امکانات خوبی داره، قابلیت اتصال آنتن خارجی داره، 4 تا پورت گیگابیتی داره، هم سیم کارت TD-LTE ساپورت میکنه، هم سیم کارت 4.5 ساپورت میکنه. از لحاظ بدن و کیفیت ساختش واقعا درجه که یه مودمیه که پوشش شبکه‌اش عالیه. تمام مناطق روستایی و مناطقی که مثلا بد آنتن مودم‌های تیپی لینکدینینگ نمیتونن کار بکنن، این مودم به راحتی میتونه کار بکنه. اینکه قابلیت اتصال آنتن خارجی داره خودش یه مزیت خیلی بزرگه. ممکنه مثلا من جایی باشم که بد آنتنه و دید مستقیم به دکل مخابراتیم نداشته باشم، با استفاده از یه آنتن لوگاریتمی میتونم این مشکلمو پوشش بدم. تو ظاهر ماجرا من الان سیم کارت TD-LTE روش گذاشتم، چراغای آنتنمون داریم و چراغ وایفای اتصال به اینترنت، LED اتصال به اینترنت و چراغ پاورمون و چراغ کارت شبکه‌مون. از پشت مودم 4 تا پورت شبکه رو داریم که یکی از پورت‌ها ونلنه میتونه ورودی هم باشه. دکمه ریست فکتوری رو داریم که اگه 10 ثانیه نگه داریم مودم برمیگرده به حالت بای دیفالت کارخونه‌اش. یک دونه RG11 داریم برای پورت وایپ. از بالای مودم دکمه پاور خاموش روشن کردن داریم و دکمه تغییر مود یا ریست کردن لحظه‌ای. خب با سیم TD-LTE وارد مودم میشیم. هم قرار منوها رو با هم دیگه یه دور تنظیم بکنیم، شخصی سازیش بکنیم نسبت به وایفای و همین که یه اسپید تست بزنم براتون. خب وارد صفحه تنظیمات مودم میشیم. یه پنجره مرورگر 192 168 11. به محض که وارد صفحه بشیم میگه لاگین کن. برای لاگین کردن این پشت مودمتون یه برچسب داره که اطلاعاتو نوشته. SSID میشه اسم وایفاتون، وایفای کی که میشه پسوردش، یوزر ادمین، پسوردم ادمین. این اطلاعات مربوط به پنل کاربری مودمتونه. اینجا میزنم ادمین لاگین میکنم. اینا رو بعدا میشه عوضش کرد. خب کویک ستاپ داره برای من، میگه اوتو آپگرید بکنم. میتونی تیکشو بزنی خودش به صورت اتوماتیک آپگریدشو انجام میده. اسم وایفاش داره با یه اسم برای من ادامه میده. من اسمو تغییر میدم، میذارم فقط هواوی B622. شو پسوردی که پشت مودم رو همون برچسب نوشته شده بود، این اون پسورد. اگه نیاز داشتی میتونی اینجا الان عوضش بکنی. هر پسوردی که دوست داری میتونی بذاری، بین حروف و اعداد ادغام باشه و حتما بیشتر از 8 تا کاراکتر باشه. خب نکست میزنم. تو اینجا داره میگه من این پسورد وای فای که قرار دادی رو قرار بذارم به عنوان پسورد لاگینت. دیگه از این بعد با ادمین لاگین نمیشی، با پسوردی که برای وای فای قرار دادی لاگین میشی. اینو در نهایت فینیشش میکنم، میگم مشکلی نیست. شبکه‌ای که شناسایی کرده این بالا برامون ایرانسل شبکه 4.5 ساپورت کرده و 2 خط هم آنتن داره. دقیقاً هم روی LED ها 2 خط آنتن داره. البته که من سیم کارت TD-LTE گذاشتم. حالا این داره اینجا نمایش میده 4.5، اما من سیم کارت TD-LTE گذاشتم. خب تک تک منوها رو بخوایم با هم دیگه چک بکنیم. توی منوی هومش که خب یه اطلاعات کلی داره از کانکشنمون، شبکه وایرلسمون داره بهمون میده و آپ تایمی که داریم. کانکشن ستینگمون که اینجا کلیک بکنیم میاد توی سربرگ ستینگ، میاد توی دیالوگ. اگر نیاز داشته باشی دیتا رو میتونی فعال بکنی، اینجا اینیبل تیک میزنی، یا میتونی در کل کانکشن تو آف بکنی یا آن بکنی، موبایل دیتا تو آف کنی و کلا بحث سیم کارتی از رده خارج بشه. حالا از طریق اون پورت ونلنی که بهتون توی اول ویدیو بهتون گفتم به مودم اینترنت بدی توسط یه مودم دیگه، انگار این بشه روترت. خب تب دومش پروفایل منیجمنت، از شبکه ایرانسل داره استفاده میکنه و اپراتور دیگه مثلا همراه اول یا رایتل اگه قرار بدن خودش به صورت اتوماتیک شناسایی میکنه پروفایلش. لازم نیست شما بیاین APN براش ست بکنی. شرکتایی مثل لایزر یا مثلا پیشگامان که وابسته به ایرانسلن، اونا رو بعد بیاین حتما اینجا تو پروفایل منیجمنتشون پروفایل APN شون رو ستاپ بکنه. و توی نتورک ستینگش هم همیشه به صورت اتوماتیک باشه که خودش بیا شبکه رو شناسایی بکنه. اینجا میتونه نتورک مودمون به صورت CA باشه یا میمو 4x4 که میمو 4x4 میتونه کیفیت بهتری بهتون بده توی گیرندگی سیگنال. در هر صورت میتونه
کیفیت بهتری بده. منم میذارمش رو میمو 14 و اپلای میکنم. میگه دیوایس یه بار ریبوت میشه و دوباره راه اندازی میشه. حالا مودم یه بار داره ریست میشه. تا این ریست بشه بیاد بالا، من در رابطه با مودم 2622 بهتون بگم که این مودمی که سری جدید 2612 تمام نقاط ضعف 2612 پوشش میده. الان تمام موبایل‌ها به شبکه 5 گیگاهرتز متصل میشن و ساپورت میکنن. خب مودم 2612 فقط 2.14 گیگاهرتز داره، در صورتی که تو 2622 اومده این سرعت وای فای رسونده به 1500 و شبکه 5 گیگاهرتز هم ساپورت میکنه. اینجا یه مزیت دیگه ای که داره، اون پروتکل‌های ارتباطی با دکل مخابراتی رو اومده تقویت کرده و پولای بیشتری درست کرده برای اینکه فرکانس‌های بیشتری درست کرده برای اینکه بتونه ارتباط بگیره با دکل مخابراتی. 2622 یک سر و گردن کامل از 2612 بالاتره. با این وجود قیمتش برابره با 2612 با قیمت نزدیک 4 میلیون تومانه و 3 سال هم گارانتی داره. اگر خواستی انتخاب بکنی، به نظر من که تست‌ها رو دارم انجام میدم، با مودم‌های مختلف دارم تست انجام میدم، 2622 مودم خیلی بهتریه از i60 و 2612. خب مودم یه بار دیگه اومد بالا، لاگین میزنیم، این بالا گوشه سمت راست لاگینمونه. این شد ادمین دیگه. الان با ادمین نمیاد بالا، بعد حتما پسورد وای فای رو بزنیم. حالا من پسورد وای فای رو عوض نکردم، گذاشتم همون پسورد بای دیفالت پشتش بمونه، با همون میاد بالا. خب الان لاگین شد اومد بالا. خب اینجا میگه شبکه 4G رو ساپورت میکنم، 4 تا خط خونه آنتن گرفت. من اون شبکه رو گذاشته بودم روی میمو، اینجا یک بار دیگه میتونید نگاش کنید. گذاشتمش روی میمو 4x4. اینجوری گیرندگی بهتری دارم نسبت به شبکه CA. خب بذاریم بیام از تو هوم یکی یکی عالم نهار بریم جلو. این تنها دکمه‌مون بود اینجا، کانکشنمون که کلیک کردیم و بهتون توضیحش رو دادم. تب بعدی تو این تب ما داریم آپ تایممون رو نگاه می‌کنیم، میزان دانلودمون رو نگاه می‌کنیم، دیتا یوزمون رو نگاه می‌کنیم و دستگاهی که به مودم متصلن. حالا اگر این دستگاه قبلا متصل شده باشه و الان وصل نباشه، اینجا میارش تو آفلاین دیوایس و در صورتی که در حال حاضر متصل باشه که اینجا بهمون به صورت کابلی یا شبکه وایرلس بهمون نمایش میده. یه بلک لیست هم داریم که جلوتر توی شبکه وای فای بهتون میگم که چجوری میتونید از بلک لیست استفاده کنین و افراد رو محدود کنین. میریم تو پنل SMS، هم این باکس داریم، هم اوت باکس داریم و هم تنظیمات SMS داریم. یعنی شما میتونید هم با این پیامک بزنی، هم پیامک دریافت بکنی، یا اینکه تنظیمات خاصی روی پیامک انجام بدی. فون بود یک دفترچه تلفن کامل میتونی داشته باشی برای بحث مدیریت پیامکات. USSD میتونی از طریق این USSD شما یه سری سرویس ها رو از اپراتور دریافت بکنی. مثلا میخوای ببینی موجودی اینترنت چقدره، لازم نیست این کارت رو در بیاری، میتونی به راحتی اینجا کد USSD شو بزنی، مثلا ستاره 20 مربع یا هر کدی که وجود داره اون کدو بزنی و یه پیامکی برات در جوابش میاد. اون پیامک رو توی قسمت SMS سربرگ SMS میتونی ببینی و متوجه بشی که چه اطلاعاتی برات ارسال شده. میری تو سربرگ آپدیت. خب در حال حاضر ورژن اینه. اگر چک فور آپدیت رو بزنیم برای ما چک میکنه که آیا ورژن بالاتری اومده یا نه، که اینجا داره چک فور آپدیت فایل میده. به خاطر اینه که خب این مودم اصلا از رده خارج شده و دیگه قابل پشتیبانیش نمیکنه، برای همین آپدیتی هم نمیتونه بگیره. لوکال آپدیت هم اگر فایل رو به صورت دستی داشته باشی، فایل آپدیتی داشته باشی که به صورت دستی باشه، اون فایل رو میتونی از اینجا بروز کنی و آپدیت کنی. کلا من توصیه نمیکنم مودمی که از رده خارج شده رو شما بخوای آپدیت انجام بدی. اگر نیاز داری شرکت داره توصیه میکنه، میگه بیا سری جدید رو تهیه کن، این مودم رو رد کن، مودم 2622 رو بگی که خیلی کیفیت بهتری داره. بیام توی سربرگ ستینگ. این سربرگ رو یک بار دیگه همون ابتدای کار توی قسمت دیالاپش رفته بودیم. اینجا توی سربرگ ستینگ هم میتونیم کویک ستاپ بریم، SSID مون و وای فای پسوردمون رو عوض کنیم و فینیش بزنیم. خب سربرگ‌های بعدی تنظیمات به صورت اتوماتیک داره انجام میشه. خب مثل دیالاب، مثل LT، مثل اترنت داره به صورت اتوماتیک انجام میشه و مربوط به سیم کارت ایرانسل همراه و رایتل رو خودش به صورت اتومات شناسایی میکنه و نیازی به تغییر دادن نیست. مثلا سربرگ اترنتش اینجا داره نوع کانکشنش رو استفاده میکنه که میگیم رو حالت اتو باشه، خودش تشخیص بده و نیازی به تغییر دادن هیچ کدوم از این گزینه‌ها ما نداریم. میایم تو سربرگ VPN. سربرگ خب واقعا محبوبیه برای کسایی که دارن یوتیوب کار میکنن یا دارن استخراج ارز انجام میدن و یا اینکه بازی میکنن. این میتونیم رو دو تا حالت PPTP یا L2TP قرارش بدیم. آدرس سرورمون رو اینجا میزنیم، هاست نیممون یه اسم براش میذاریم، متفاوت میتونه باشه، هر چی که دوست داری میتونی قرار بدی، فرق نمیکنه.
و در نهایت یوزرنیم و پسورد. همین کارا رو برای توی PPTP هم میتونیم انجام بدیم. سرور آدرس، یوزرنیم، پسورد و اپلای. اینجوری این مودم هر دیتایی بخواد ازش رد بشه فیلتر شکن روش فعال میشه و از اون طرف شما شبکه بدون فیلتر دریافت میکنید و به همه سایت ها میتونید به راحتی دسترسی داشته باشید. خب تو شبکه ویلنش اینجا میتونیم اسم وای فامون رو یا پسوردمون رو مجدد عوض بکنیم یا اگر تعداد بیشتری شبکه وای فای نیاز داشته باشی میتونید اینجا فعالشون بکنیم، مثلا شبکه 2، 3 یا 4. SSID برودکست منظورش اینه که میتونی هیدن بکنی. در صورتی که دیزیبلش بکنی اسم وای فای نمایش داده نمیشه، یه شبکه هیدنه. بعد حتما طرف این اسمو سرچ بکنه تو شبکه وای فایش تا بتونه ورود پیدا بکنه. هیدن کردن همین کار SSID برودکسته که من رو حالت اینیبل میذارم همه ببیننش. اگه دوست داشتی میتونی شما دیزیبلش بکنی. ویلن مک فیلترینگ این هم میتونه شبکت کاملا سیف بکنه نسبت به 10 تا مک. شما 10 تا مکی که مورد اعتمادتن، 2 تا گوشی موبایل داری، یه تبلت داری، یه لپتاپ داری، 2 تا گوشی همکارته، اینا رو مک‌هایشون رو میاری اینجا، مک‌های وای فایشون رو میزنی. حالا هر کسی که بخواد وارد شبکه وای فای بشه ابتدا یه بار چک میکنه اگر مک وای فای اون دیوایسش داخل این لیست بود اجازه دسترسی بهش میده، وگرنه به هیچ وجه اجازه دسترسی بهش نمیده حتی اگه پسورد وای فای داشته باشه. پس اینو حتما فعال بکنید تا از شبکه‌تون سوء استفاده نشه. VPS ستینگش هم خب برای اتصال پیدا کردن ارتباط بین مودم با دستگاه مثلا پرینتر یا دستگاهی که ویندوز و سیستم عامل ندارن میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره. به محضی که شما کانکت بزنید و رانش بکنین یه پروتکل 2 دقیقه‌ای ایجاد میشه برای اینکه بتونه دستگاهایی که VPS دارن بهش به راحتی متصل بشن بدون که پسورد وای فای رو بزنن یا اسمش رو سرچ بکنن. توی تب DHCPش اینجا IP گذاری‌های شبکه رو دارین نگاه می‌کنین. اگر نیاز داشتین میتونین رنج IP تو عوض بکنید، مثلا بیارید رو IP 192.168.2.1. تنظیمات مربوط به وایپ که پورت RG11 رو پشتش اول ویدیو بهتون نمایش دادم. از این طریق میتونین تنظیمات مربوط به وایپ رو داشته باشین برای اینکه تماس‌های داخلی داشته باشین از طریق سرویس وایپ. توی تب سکیوریتی پین منیجمنت مربوط به سیم کارت. در صورتی که سیم کارتتون پین داشته باشه اینجا پین کدش رو میزنین و اپلای میکنین تا سیم کارت فعال بشه. برای سیم کارتایی که پین داشته باشه، اگر تو حالت معمولی سیم کارت‌ها پین ندارن، اگه پینش فعال بود زمانی که سیم کارت رو قرار دادین روی مودم حتما اینجا باید بیاین پین کدش رو بزنید تا سیم کارت وارد شبکه بشه. دیوایس منیجمنت اطلاعاتی در رابطه با دیوایسمون میده. فایروال، خب فایروال‌ها همیشه آن باشن که جلوگیری بیشتری بکنه از هک کردن. مک فیلترینگ که قبلا توی منوی وای فای بهتون توضیح داده بودم. خب گزینه بعدی DMZ ستینگ به شما کمک میکنه برای اینکه بتونید انتقال تصویر داشته باشید یا ارتباط راحتی با یه سرور داشته باشید. فقط کافیه IP آدرس اون سرور یا دستگاه DVR رو اینجا قرار بدی و دکمه اپلای بزنید. اگر یه دونه VPN یا IP 1 ساله روی مثلا سیم کارتت فعال کنی میتونی از یه نقطه دیگه یا اینترنت دیگه دسترسی داشته باشی به دوربینای مداربسته. این هم پس شد DMZ ستینگ. خب یکی از گزینه‌های دیگه‌ای که خیلی مورد استفاده قرار میگیره توی بحث مودم B612 گزینه داخل سرور سیستم آنتنا ستینگ. این گزینه آنتن رو الان داره از حالت اینترنال استفاده میکنه، آنتن 1 و 2. میتونی اینجا زمانی که شما به صورت اتو هست، زمانی که شما میای آنتن خارجی براش قرار میدی بیای بذاریش رو حالت اکسترنال یا بگی به صورت میکس، هم اکسترنال هم اینترنال هر دو تا رو استفاده بکن. تو حالت بای دیفالتش از آنتنای داخلیش داره استفاده میکنه. اگر منطقه بعد آنتن خارجی بذار مثل آنتن لوگاریتمی که میتونه بره تو فضای باز و نصب بشه رو به دکلت آنتن تقویت بکنه. اینجا رو حالت میکس قرار میدم، هم آنتنای داخلی هم آنتنای خارجی، یا کامل میارم میذارمش روی آنتن خارجی و اپلای میکنه. این گزینه هم برای زمانی که اتصال پیدا بکنه آنتن خارجی به مودمت. خب یه اسپید تست بزنیم با این مودم. الان سیم کارت TD-LTE روشه. خب پینگش 28، سرعت دانلود 47 48 50 55، سرعت دانلود 60، سرعت دانلود 61. سرعت آپلود پایینه. سرعت آپلودشون نسبت به 4G همیشه پایینه. الان سیم کارت 4G بذاریم احتمالاً سرعت دانلودمون یه مقدار افت پیدا میکنه اما سرعت آپلودمون بهبود پیدا میکنه. پینگ 28، دانلود 61 و آپلود هم تقریبا نزدیک 2.
این تست سرعت برای این زمان و این مکانه. ممکنه توی زمان و مکان دیگه یا حتی تو همین مکان تو زمان دیگه این سرعت متفاوت باشه. اما چیزی رو که مطمئنیم اینه که بیش 112 یا بیش 122 یا دستگاه آی 60 ایرانسل که هر سه تاشون توی یک رنج قرار دارن کیفیت و سرعت خیلی خوبی دارن، گیرندگی خیلی قوی دارن، پورت‌های شبکه گیگابیتی دارن، قابلیت اتصال آنتن خارجی دارن و همه سیم کارت‌ها هم پشتیبانی می‌کنن، هم TDLT هم 4G. یه دستگاه تو رنج 4 میلیون تومان. اگر سوالی داشتین نسبت به این مودم یا نیاز داشتین با یه مودم دیگه تستش رو انجام بدم براتون، تو قسمت کامنت‌ها به من بگین تا براتون این کارو انجام بدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالی داشتیم توی قسمت نظرات من در خدمتم. قربون شما، خدا نگهدار.